سلام علیکم دوستای عزیز. داشتم آشغالی رو می آوردم از کارگاه ما اونجاست. یعنی میجا آتش دادم آمدم اینجا دیدم که خدا جان در ایران هیچ مسلمانی نیست. توته های قرآن کریم اطلاع کنید شما دوستای عزیز. نگاه کنید این رسای کنید بسم الله سبحان الله. خدا جان این مسلمانی نیست دوستای عزیز. شما ببینید یا که اذن و قرآن و پیغمبر و دین اینا هیچ در اعتقاد نداره. یعنی شما سعی کنید استغفر الله اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. شما ببینید دوستای عزیز بفرستید اینا به همه دوستایتون. دستتون درد نکنه.